یک هفته پیش نگاه کنید. اینجا سفیر فرانسه در تاجیکستان است. میبینید در برش کی است؟ از دو طرفش معاونان رئیس شهر کلوب روز 16 اپریل. صورت دیدیم شد ببینید. از گرد اطرافشون دیده سه کیان؟ در گرد اطرافی ها. در شهر کلوب میروه، جمع میکنن دخترها، نمیدونم شاید دانشجو باشند یا اینکه زنکای بیکارن، دخترانه که یا زنک هم نیستن. از کجا جمع میکنن یا را به هر حال نگاه کنین آوردن قرصک زدستن. این ایش ای همه نانگوارش بگیم که یک آدم غضب کردن خشم کردنش این همیه. سجده میگیم، سجده یا که روسی نکلنی. نگاه کنین در نزد سفیر فرانسه در تاجیکستان دخترای مردمی غیور، نوترس، شجاع، دلیر، گرینی، قهرمان، همه همون تعریفایی که میکنن در نزد یک اجنبی، در نزد یک بدین، در یک نزد خوب با مردم کلوب چی خدمت کرده و اگر خدمت هم کرده باشه دخترای شهر کلوب چرا در پیش اومده رقص بازی کردن و سجده کردن. جای ننگ نیست، جای ناموس نیست. همین از همه در چندی بار همین گپا تکرار شده. قیمت ترین چیز برای انسان ناموس است. ناموس. همین وطن خیلی هم ناموس است. نگاه کنین یک نفر اومده یک سفیره که یک مدت در اون تاجیکستان است. همین سفیرا رو میدونید. پرزیدنت ها با او قریمو 30 سال یک آدم دیده سن در نظر اون که اون سفیران 30 سالی نه. اون سفیر هم 5 سالی که در اونجا هست یا 6 سال باشه میره با دیگهش میاد. یکی با یک کلوب رفتنش دخترها را برو وردن قرصک بزنن، یک گروهی گشت تماشا کنین، یک گروهی گشت سجده کنین، یک گروهی گشت رقص کنین در پیشی. کیه این؟ ولی ما شاید بگیم که در کلوب تنها نه، این نه تنها سفیر، هر نفر که از بیرون میاد، چی سفیر باشه، چی یک مهمون دیپلماتی باشه، چی یک پرزیدنت باشه، در حال دخترای بی‌صاحب، دخترای نمیدونم ضعیفی بیچاره گمراه میبرن در پیش یو میگن رقص کنید. یو پدر دارن، برادر دارن و یکون کلانتر دیگه دارن که همیو را یو میبینن یا که نمیتونن من کدم میرن. اگر این همی پریزیدنت اینه امومالی رفت فرانسه یا داریم من یه را دایتون بیارم. فرانسه رفته بود 2019 مای نویبر 6 نویبر بوده یا 9 نویبر فرانسه رفت. در فرانسه پرزیدنت فرانسه پیشوازش نگرفت، سروزیر داشته باشه پیشوازش نگرفت، وزیر کارهای خارجی فرانسه پیشوازش نگرفت، یگان وزیر دیگه پیشوازش نگرفت. اموالی را تنها سردار قراولی فخری در فرودگاه آمدن پیشوازش گرفتن. نوارش ای شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان با امر نشان دادن که اساسگزار صلح و وحدت ایسوس وای کرده سردار قراولی فخری فرانسه اموالی را پیشواز گرفتن. انا دیدن یکمش که ما زیدم که اموالی دامو فرانسه پیشواز بگیرن هم خیلی دختراشون قدی ما زیدم. نه تنها اموالی کسی نباشه، انسان قدر قیمت داره، شأن شرف داره. همبال زن نگاه کنید در تمام جهان میگن زن از اون جمله سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر، دیگه سازمان‌ها، دیگه کشورها میگن زن قدر قیمت داره، این ارزش داره، این اسلام پایان برو مونده، قدر مرد بالا مونده. این خیلی نیست. اسلام قدر زن، ارزش زن بالای مونده که یگان سازمان نمیدونی، یگان کشور حتی نمیدونی. اگر که بزنی این همین حالت یا این همین سفیر پیشواز گرفتن یا که نزد امام علی مشنگ میروند دیگر نفرها میروند، این اسلام محکوم میکنه، میگه زن ارزش داره، نزد سفیر، وزیر، وکیل هیچ کس نبره، میگه هیچ کس در پیشش رقص نکنه،
بازی نکنه، سجده نکنه. اسلام آنها میگه شما سازمان کشورهای ابرقدرت بدانید که اسلام آنها خیلی چیزا میخواد و اسلام محکوم میکنه نفرایی را که در پیش یک نفر بیگانه، در پیش یک نفر نوکس بدوا سجده کنه، بدوا رقص بازی کنه. انا دیدین امام علی را پیشواز نگرفتن برای چی؟ خب مردم فرانسه آبرو دارن، میفهمن که در پیش هیچ کس سجده کردن، رقص کردن اجازت نیست و درست نیست و هیچ معنی نداره. مردم فرانسه سواد ندارن، نمیفهمن که همین رقص بازی در نزد یک نفر اگر کار خوب باشه، فرهنگ باشه، میدویدن میکردن، یا که در نزد همون پرزیدنت خودشون همون مکرون میرفتن میکردن، یا که میکنن. میدونن که نه فرانسه، نه امریکا، نه افریقا نمیکنن. کره شمالی خیلی میکنن، ولی هم ترکمنستان میکنن. برای همین یک سفیر با یک شهر کلوب سفر کرده. یک مردم شهر کلوب واقعا بیکارن، یگان زواد فابریکه نیست در شهر کلوب. اینجا زیادتر با میگم که پدراشون برادراشون گناهگاره، این دختران ضعیفه میفهمید، نمیاد پوفشون میکنن، می دوام میرن هم طرف شمال کامس میگوشه. این را بینید شما یک بار خیلی بننگ ناموس یورا شما نگاه کنید، خیلی با گپی ما با چهره ما یورا نگاه نکنید، با چهره خودتون، با فکر عقل ناموس ایمان خودتون یورا نگاه کنید. شما با گپای ما نگاه نکنید. شاید گپای ما سخته در نظر شما این نادرست میشه، شاید که محفوظ نمیشه، نکی نه چند تا اگر بیناموس در اطرافش یا موینی رئیسن، گویا که با مسلمان شاید باشن و گویا که مردمی تاجیکستان یا که شهروندی تاجیکستان نخواه که در پیش این از شما نگاه کنید. یک رفیق داری، شاید رفیق خارجی هست، تو میتونی که رفیق تگو بیا برای من خواهر ما پیشت ببرم، بیا برای خواهر ما بگم در پیشت ببرم رقص کنه، میتونی میگه پا گفتن ناموس داشته باشی نمیکنی. انا میجا نگاه کنی یک دختر دی دختر نیست، 50-60 دختره، 50-60 دختر. اینجا تحقیر به این دخترها شده، حقوقشون رزوندگی یا که جخیدگی یا که پایمال کردگی. در اینجا سازمان حقوق بشر باید دعوا کنن. اگر که سازمان ها نمیکنن، در تاجیکستان ما داریم که امبودسمن وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، رئیسش امید بابازاده. حرامی تو کجا نگذاری؟ حرامی، حرامزاده، بیناموس، دیوس، کثیف، پلید، نجس، تو کجا نگذاری؟ تو باید که حق حقوق انسان را نگاه کنی، نظارت کنی. این اینجا دخترها، زنها حقشون پایمال شده. اگه وکیلای بیناموس و بشرف بیابه دیگه چی بگم من؟ وکو با تماما ننگ ناموس ندارم، خودشون با دیوانگی دختگی رابط بورین. می رابط وظیفش فقط امیر ایجابمون همون کنوکا قطع توگریش میکنی، ایجابمون او جبر ایرا بگی او را بگو، همین پارلمان نمی خیلی رابط بورین. و دیگه از فکری خودشون، از زبان خودشون یگان کلمه برآمده نمیتونه. برای همین ننگ ناموس، شأن شرف در همه حالت از همه چی بالاه. به وطن باشه اما شأن شرف داشته باشی تو ضرر نمیکنی. اینا بدون شأن شرف داشته باشی، اما وطن داشته باشی شأن شرف قدر قیمت ارزش نداشته باشی، تو چی معنی داره در وطن ایستادنت؟ یا که وطن داری شما با وطن فخر میکنین یا که با شأن شرف، با ایمان، با ناموس، با کدام شما فخر میکنین؟ ایشا با شما بخیر میگذارم، یعنی قضاوت شما کنید. موضوع ما بود امروز در واروخ چی میگذارد، یعنی که در گرد اطراف واروخ ما صحبت کردیم و شما هموطنان هم خیلی که فوریتون چند قای فوریتون گپ زدین. البته دو موضوع بود اینجا، دو موضوع بود دیگر باوش وقت نرسید، میشه باش شاید که وقت‌های آینده صحبت کنیم. چند تا مثال آوردیم، هموطنان بسیار پیشنهادهای خوب هم کردن، بسیار پیشنهادهای خوب، بعضیش حتی پیشنهادهای هم قدر سختی کرد که برای هر کس نمیتونه که اجراش کنه که عملش کنه. در مسئله رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان صحبت کردیم، قمچینبک توشیبیف بود. گفتیم که دعوا میکنه و دعواش استواره. اگر که در حالت مستی می بود یا گپش دروغ می بود او حتما می برامد بخشش میپرسید
یا که میگفت که من خیلی یکی گفتم این گپ نیست، اما گپش عمیقه، درسته، تصدیق میکنه خچکی همین گپی همو راسته و در اینجا هم حتی اگر گپی باز دروغ هم میبود یتیمов گفتی برادر عبدالرحمن یتیمov در استاتوس همو باید میبرومد یا بکنیش میکرد این بیناموس این ترسونچک این بشرف نبرومد اونا او جکی وکیده رای رمضان رای نبرومد یگون چی نگفت اونا او موش یا که اصل سیراج اصل بعضی کارهای خارجی اونا نبرومد یگون چی نگفت یک چومای دیگه اونا مو نگاه کن یگون تا یگون چی نگفت این دعوا کرد که وروخ هم میگیریم او طرف توجیرگتول نمیدونم خروق دیگر جورا نیت دارن که بگیریم امام علی نهم یپره گفتیم وروخ رفت هیچ چی گپ نشید هیچ چی گپ مردم آیا چی انتظار بودن چی امیدها داشتن فکر میکردن که میاد تمام صلح و وحدت میگه جنگ نرفت که همین جنگ تنج کنه او جنگ تنج کنه کو رزبوینی که کو نرفت تنج کنه جنگ نمیره و بعد رفتن او برعکس جنگ شد برعکس بعد رفتن رحمانو جنگ شد این از صورت ببینید با دخترای اسفرا یا که با مو دخترایی که در وزارت کارهای داخلی در شهر اسفرا کار میکنن با اونو عکس گرفته بیناموس ببینید این کارش عکس گیری یعنی صورت گیری سیرگشت تماشا این در خیلی وزمینی ها در سختی ها ای مردم دفاع کردن نمیتونن در رقص بازی در صف پیش در کنسرت در جشن ها میبینید که فعال اما در مصیبت ها در سختی ها و مشکلات میگریزه فهمیده ای مشکلی ای مسئولیتی میگریزه این همون ماشینی که در وقتی کرونا ویروس گرفته بود در وقتی کرونا ویروس نمی همون ماشینی که را بشناسید چهره را بشناسید گرفته بود پنهان شد بعد از او برآمد کمک را دیدین که نکرد مردم خلاصه هموطنان عزیز صحبت زیاد و برادران شاید در افیرای آینده بود در اطراف صحبت میکنن از برادرایی که زنگاشون رو قبول کرده نتونستیم یا که جوشون داده نتونستیم در برنامه در افیر معذرت میپرسم بخشش میپرسم زیرا اینجا نمیشه که همه شما رو قبول کنیم و در برنامه شب گذشته هم همچنین بود نتونستیم بعضی خفه شدن بخشش میپرسم و برای هموطنان برادران و مادرانی که در این برنامه اشتراک کردن وقتونه گذراندین یا که صرف کردین تشکری میگم و خداوند جزای خیرتون نصیب بگردونه و برای بنده هم دعا کنه که خداوند مهربان مرام توفیق هدایت و از دنیا به ایمان رفتن مشرف بگرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.